آوچه جان شته حاضر اسم معلومات درباره پخت سپاری گوش کنید. با خدا قریب بود کر یعنی کار بین ها. های این چی بایی؟ یا قربان خریدم ما آوچه جان. داماد خریدم. دستت گیر گردون. دستت گیر گردون؟ این چی بود از آب گردون؟ نه تلفن نو برومه. که من دیوار قیامت دارم اما تلفن میگویره. این خیلی کی نه این خیلی چی نیستی؟ نه. تلفن کنی نه سیمش کجا بکنی؟ وای سیم نداره آوچه جان این حاضر تلفنو. این نباشه تو دا. این با خدا یا با قپیده مرا گفته بودم یا با قپم. این با خدا این چی به سیپسیا؟ این کجا رو میبینی این؟ وقتی زنگ زنم که بالاش گیرون میشه آوچه جان. این با خدا همین خیلی مبارکت باشد با خدا خشلاق با همین خلکای نقپیده میمورم چی گفته بودم یه خیلی با قپیده استم این با خدای عجایب چیز بود است خیلی اکو این خونه اینها دا آمدی اکو سرکت خم کن فهمیدی بس اکو وای دیگه همین عرب شوختی ایسوسو نگرد همین خونه را سخت با اینا بقدره فهمیدی هم چی که گپ زند همین زنک دلش یاف فهمیدی خوشتومند دلش یاف کی زنک از افتش کم ترکک چی داین اینا فهمیدم من او چد روانشناسای فهمیدی آوچه جان به حد گنده های پستر گپ زد ها بچهش نغزو مادرش گنده می نیت همین قربان جانه که دوست داشتی ایرم اکو قبول کنم خیلی این بونوسای تو بر خوراک اینها چی میخورد هوای تو نگاه کن آوچه جان یو همه چی میخورم نه همه چی میخورم لعنتی رنگ خودمو بده نه خون میخوره بودم گوش کن نمک نپرتو اول بو نمک بلند کرو ایسوسو نگود بعد 2 روز برده خانه با نماند توی فهمیدی انا همینجا با آوردگی تو همین اکو روزش هم بود شدگی مزهش نبری نه ایزنه که ای منو شنوه با قوت آوچه با جان خدا من را نگاه کر خودی که وای طرف نگاه کرگی من چشماش هم خیلی وسمیالکه شدگی به فکرم هیچی این خوشتومانته آوچه جان مرا نگفتی یکم با نگفتی تو همین را گفت زن آوچه جان ناامید گوش کن خوراک آشا میدونی چی میپزم اول پیاز سرخ میکنم ایموری برنج میپرتی سرخ میکنی آوچه هم خیلی نکنم که پگه خودش قفای شما میارویی کنم این خیلی نیست آخی آش از اون یهو دیگه خیل از اون یهو خیلی اول پیاز سرخ میکنی میگیری بعد گوشت میدوزی بلند گپ زدیم نشنود ده همین خیلی میکنم این آش نخورده این موریتونی به خدا اول برنج پرتی سرخ میکنی نه خیلی نمیکنم این موریتونی خمون هم خیلی میخوریم یا نه یهو گوش کن شوهرت چیه که خورد هوای پس فهمیدی هیچ کده کارت نباشد مردکش کجا بین حوزه سحر که برونده رفتم سحر باید بر وقت میبرم این همینجا خواب بوده همین خدر اومد خدا خیر گفت یک قد پریدم بر خدا همین سحره توبه کم اقلا نمی سلفت می توبه کم خدای بخش چه جان نه هیچ گم اساسش این که همون قربان جان سخت همین قربان جان سخت خدا خواهد نغز میشه فهمیدی این کجا به این خوشتومانه من بالکن ده یک یاردم که برای دروغ باشدم پرس من تا خدمت نیست آوچه جون آخه میرم سر میکنم میگن نروشی نه برای همون پیشش تا بیستم خدمت فوتبال تماشا کنم واسه بارسلونا بازی میکنه خدا جان حاضر مریجه جون گفتم که را نزدی خوشتومانت برای گفتم و چی کنم شینید خدا جان شینید خوش آمدید خیر سلامت باشید همین خانه‌ای ما در خدا جان رنگ خانه خدا نیست که نختونم رنگ خانه خدا ما مریجه جان رنگ خانه خدا بوده به خدای مریجه جونت بولیش بیاره اکو خیلی بدم نیده خدا خانه تو من سخن زمین به نمیمونم مریجه جانم خیلی همم گپ زن نصیحت دارم دختره من گفتم همین چیه که گپ زن خدمت کن سرت خم کن سرکش خمه همین پنجش هنره اینا همین خوراکای میپزد به خدا همین 100 هم نمیاد که خریده همین همه خوراک همش میپزد گوید امیر دختری من به خدا اما راستی گپ من همه گپ فهموندم این با وزنین شده که زندگی خونه را میقپدین شما خدا با شکر امروز 7 روز میشه ده رحمت اکنون که دختر بود است میآید دادم همین خیلی خشینیت خدا جان شینیت شما حالی نصیب کدگی باشد
چند روز دیگه تو دلتون زدن میشینیم خیلی باشد نباشم خیلی راست میگن منم رفته خانه و در قفم آخر و خانه در هیچ کنی نیست آخر و بوز قریب مرده گیست آخر دادتا میگم خدا جان سیگا همه بالکونتون مخلوق شد بالکون میگم اینو میشه چی میگم بالکونچه ای بخدا همین روزا دم میبرم و دم میشتم اونجا انا یاشیک میچیمه و پامیدور دوشت کو ای بالای سر 3-4 کاسه میخوام بزدم نگاه میکنم میکوبا گیتو میگم چی ناشی یک دو تاشه کارتوشکا گیتیم فرو برام ای بخدایی ناز محله دیگه نمیشه ده محله میذاری میخوام من میرم خیلی شما نباشم سخنانی و اوچا و دختری از زدن گیره ما همون دسترخوان شما ای خیلی من چون خیس خدا تر نه با حضور شنید شما چک خودتون کردن گیره با آباجو 2 تنون 4 تنمون دسترخوان شما با شما شیخ که گوچه خان بسیار آدمی شیخ بود همون به من دختر شما دادم از با که شما میری اكو نصیب کرده که باشه با کای میبیوید یا هفته دیگه روز چهارشنبه ساعت 10 همینجا میشم من مشروطه‌شو فهمیدم این دوشنبه ها دیگه هفته دیگه خود نور دیده گوید نور دیده بچه‌ها سلام شما تیار شدن من تیار میشم منم یک کار دارم دو کاسه میبروید مالش سلامت باشید دیدی مورایی مخدو اكو چاینی که من چه گفته میرم خدا جان بید چی گفتید من میگم تینجا نه ما همجا یک چی یاردم کند منیشه جان یاردم کند نه اكو مدارش قطیشته با حضور صحبت کردن رحمت تکرار شما میره ده ولی با کای میبیوید سلامت باشه سلامت هفته دیگه من با میبیام خدا سلامت باشه گوچه جان سلامت باشه آدمی تیل همون چاینی که گلاش پخته ما چخیلی گفته میبرم این خونه گفتم که من میبرم این هفته اوچا جان حاضر شما و چوینی که میبره کو پگه دل جگری مرا میخرن که اوچت اومده بود چوینی که نگن که گرفتک بود یک کلمه نمیدونم خبر ندارم این زمانه با همه کلمه ناست نمیدونم همون براسی که من وای گاب بگیرم در دسترخوان من بابا چاینی که مونو وای پاپوشوی من تیار کنم من میرم اكو دیگه من باور کن اخیر گفتیم دهان با دهان اومدی به خدا من استه برام که با تا تمزیق میشه ده همون چاینی که حساب بشه یا چای اوچا ای اوچا دختری اوچا ها اوی شوی ما زن داشتایو چه خیلی گابوین چه خیلی گاب زن داشته؟ شاوری تو زن داشته؟ دومات زن داشته؟ خوب کنی زنش کنی؟ جبینه برخطا نبینه آی مردک نشدم نور یگان یاشش نبود که پیرش یافته است مادرش چه زن اینجا